برد استقلال این خودشناسی مردم ماست. یعنی استقلال گفت که خلق به نام تاجیک وجود دارد. استقلال گفت که این خلق صاحب دولت است و این خلق ملت شده است. تا استقلال نبود ملت نبود، ملت نمیشد. قدم اول به سوی ملت اگر از زمان شوروی شروع شد، استقلال همینه به اخیر رساند. این مهمترین برده که از استقلال ما داریم. استقلال به ما امکانیت داد نگاه کنیم که اقتصاد ما چگونه است، شرایط زندگی ما چگونه است، ما را قانع میکناند یا نه. ما از هر آنچه که تا استقلال داشتیم قانع نبودیم، وگرنه برای استقلال تلاش نمیکردیم. ولی حاضر هم گفته نمیتونیم که ما قانع شدیم از آن چیزی که داریم. ما در راه قانع شدن پیش رفتن داریم، ولی سست. مهمترین چیز در این زمان برای ما تنها همین است که ما را همچون ملت اعتراف کردند و در روی خط یا لیستی سازمان ملل متحد دولتی هم پیدا شد که نامش تاجیکستان است و به نام ما دوام است. و سخت‌ترین چیزی که در این دوره برای ما هست، متاسفانه ما از حالتی که به یک دولت زیبنده است، از حالت نقض زندگی هنوز سال دورتر هستیم. البته تلاش ها زیاد هستند، البته کوشش ها زیاد هستند، ولی هنوز ما به اون چیز نرسیدیم. مشکل ترین چیز در این راه برای ما با کاری سزاوار تامین کردن مردم تاجیکستان می باشد. کار در همه جا یافت می شود، ولی کار همان است که وای برای روزگار گذراندن مساعدت کند. متاسفانه چون این چیز در ما هنوز نیست، تعداد زیادی از مردم ما در مسافرت برای زندگی خود نان پیدا می کنند. این مشکل ترین عاملی است، مشکل ترین نشان دهنده است که در زندگی امروزی ما به چشم می خورد. هرگاه که این مشکل را حل کردیم، بعد ما با دل پر گفته می توانیم که همه چیزی که از استقلال نگران بودیم به دست آمد. متاسفانه در ابتدای استقلالیت ما وارد یک جنگ شهروندی شدیم و دوره رسیدیم که مردم تا اندازه روح افتاده شده بودند، ولی با این همه مردم ناامید نبودند و امید داشتند که یک روز تاجیکستان به کشور امن و باثبات تبدیل می‌یابد. باز از سر نو اون مقدار گریزه هایی که به خارج کشور رفته بودند برمیگردند و وطن خودشان صاحبی میکنند و به این نتیجه هم رسیدیم. خب صلح و وحدت در کشور پایدار شد، امید شعله در دل مردم از نو پیدا شد و متاسفانه باز هم میبینیم که سالهای اخیر روح افتادگی مردم، احساسی وطنداری صمیمانه مردم در خود مردم و کمتر احساس می شود و مقداری زیادی شهروندان تاجیکستان طی همین چند سال اخیر از روی بعضی معلومات و حتی حدود 400,000 نفر در شهروندی روسیه را پذیرفتند. مقدار زیادی مردم به کشورهای خارجی رفتند. این یک نوع ناامیدی مردم است. من فکر میکنم که امروز وقت است و مردم این آمادگی را دارند، البته با پیدایش یک ایده قوی و یک ایدئولوژی که تواند مردم به سازندگی و احساسی پاتریوتیسم وادار کند. هنوز امکانیت هست و تنها برای این طوری که گفتم همون پیدایش یک ایده ما تاجیکستانیم که برای همه خلق، ملت، محل‌هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند و همچنین با وجود آوردن یک چیزی که آینده بخش یا احساسی امید به آینده نیک رو در دل مردم جا کرده تواند. وظیفه های اولینی است که در ماجراهای منطقه و جهان تاجیکستان باز هم میتواند استوار گرداند یا برعکس خدای نکرده از خریطه سیاسی جهان نابود سازد.